از کانادا برام زنگ زد، گفت فاجی پدر. گفتم بله. گفت که پدر و مادرم تصمیم دارن که من باید ازدواج بکنم. من میخوایم از افغانستان یک کس را انتخاب بکنم. از یک کس را خودت برای من انتخاب کن. من زیاد چرت زدم. یک هفته چرت زدم و برش یک پیشنهاد کردم. یک چیز رو میگم که دل به دل راه داره، واقعا راه داره. اینکه چی رو یک رقم بیتاقت شدم، یک رقم دم فکر خودت بودم که بیام دستم. تا اینکه امروز جرأت کردم، اما یک گپ بگویم. جانم هم قربانت میکنم، خودم قربانت میکنم. فقط مثل جانم نگاه میکنم، مثل جانم. زندگی من یک دختره که بسر کنم.